به نام خدا. تخت سلیمان. تخت سلیمان با قدمت تاریخی بیش از 3000 سال در هر دوره‌ای با نام‌های مختلف شناخته می‌شد. در حقیقت اینجا شهری باستانی و مقدس برای ایرانیان پیش از اسلام بوده و در دوره‌های مختلف محل زندگی اقوامی از قبیل مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و مغولان بود. ولی این منطقه اوج قدرت را در دوره ساسانیان تجربه کرده است. آثار تاریخی موجود در مجموعه تخت سلیمان حاکی از آن است که قدمت این محل به دوره پارین سنگی عصر آهن 1، 2 و 3 میرسد و شامل نشانه‌هایی از استقرار مردم در دوره سکاها، ماناها، مادها، هخامنشیان و اشکانیان در تخت سلیمان است. بقایای دهکده‌ای مسکونی در شمال غربی دریاچه یکی از این موارد است که طبق پژوهش‌ها به دوره هخامنشی مربوط می‌شود. نام دیگر تخت سلیمان شیز بوده و برخی میگویند شیز محل تولد زرتشت است، ولی نظر مورخان در این خصوص ضد نقیض است. برخی دیگر بر این باورند که نام تخت سلیمان برگرفته از سلیمان نبی نیست و نام پادشاه یهودی که سلیمان نام داشت را روی آن نهادند. برخی مورخان میگویند که ساخت این مجموعه آتشکده آن به خواست پادشاه ساسانی معروف بهرام گور صورت گرفته و در طی گذر سالها توسط پادشاهان ساسانی دیگر توسعه یافته است. اما متاسفانه در سال 624 میلادی هنگام حمله امپراتوری روم به ایران، پایتخت ساسانی و حکومت ساسانی ویران شد و از آن زمان دیگر رونقی در آن صورت نگرفت. بعد از اسلام موبدان این محوطه باستانی با سردار فاتح آذربایجان به توافق رسید که در ازای پرداخت مالیات آتشکده را ویران نکند و به همین علت آتشکده مهم آذرگشنه است تا 400 سال بعد مورد حفاظت قرار گرفت. وقتی ایلخانان مغول بر روی کار آمدند، پادشاهان ایلخانی از این محل برای پایتخت ییلاقی استفاده می‌کردند و آقاخان در قرن 7 هجری ایوان شرقی، سالن شورا و بنای 8 ضلعی را به مجموعه تخت سلیمان اضافه کرد. دریاچه تخت سلیمان به شکل طبیعی در این منطقه ایجاد شده و وجود همین دریاچه موجب رونق و محبوبیت این منطقه در آن دوره شده بود. راز و رمزها و افسانه‌های متعددی در مورد نحوه ایجاد دریاچه و گنج پنهان در اعماق آن وجود دارد که سوالات زیادی را در ذهن گردشگران ایجاد می‌کند. این سوالات هنوز هم به صورت ایهام در میان مورخان و مردم باقی مانده است، چرا که مردم محلی و مورخان باورهای مختلفی در مورد نحوه ایجاد تخت سلیمان و دریاچه آن دارند. اما در حقیقت این دریاچه در ابتدا چشمه کوچکی بوده که در طی سالیان طولانی به شکل دریاچه‌ای درآمده است. دریاچه طبیعی تخت سلیمان از چشمه‌ای در عمق 120 متری زمین می‌جوشد. در طبق افسانه‌ها حضرت سلیمان پس از کوبیدن عصای خود بر روی زمین در آن منطقه به وجود آمده است. آب این چشمه جوشان که هزاران سال قدمت دارد از چاکراهای اصلی انرژی به سطح زمین می آید. گفته می شود که تنفس کره زمین از طریق این چاکرا صورت می گیرد و بازدید از آن فواید زیادی برای وضعیت جسمی و روحی انسان دارد. جالب است که بدانید طبق فرضیه گایا 16 حلقه انرژی در اطراف زمین وجود دارد و محل تقاطع این حلقه ها در کل 52 چاکرا یا چرخه را به وجود آورده‌اند که سر اصلی آن از قبیل اهرام مصر، کعبه و تخت سلیمان است. این دریاچه بخشی از مجموعه تخت سلیمان است که در تاریخ 29 آذر ماه 1316 در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسید. در سال 1380 پرونده ثبت جهانی نیز در یونسکو به جریان افتاد و در تیر ماه سال 1382 به عنوان 4مین اثر تاریخی ارزشمند ایران پس از چغازنبیل، تخت جمشید و میدان نقش جهان
به ثبت جهانی رسید. بر اساس اعتقادات موبدان زرتشتی، دریاچه تخت سلیمان به الهه آبها ناهید یا آناهیتا تعلق دارد و به همین دلیل داخل دریاچه به عنوان نذری طلا و سکه می‌انداختند.